در مسکو گروه جوانان روبا کرمل که با نام انتی میدان معروف است، در نزد قرارگاه رادیوی آزادی و صدای آمریکا گرد همایی تشکیل نمود. گروه با اشاره به سفر پارساله‌ای یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم ویکتوریا نولند به میدان اعتراضهای اوکراین واقع در مرکز شهر کیف شعارهای شیرینی مخلوط با دروغ و شیرینی برای آگنت‌های خارجی بالا برداشته بود. خانم نولند اثنای زیارت از گرد همایی‌های کیف به آنها شیرینی و غذا تقسیم کرده بود. در شهر کیشینیو پایتخت مولداوا فعالان جوان محیط زیست با تقاضای تحکیم بخشیدن قانونگذاری کشور در مورد حمایت رودها گرد هم آمدند. آنها از مقامات دعوت کردند که قانونگذاری مربوط با حمایت از محیط زیست و استفاده رودها را به معیارهای اتحادیه اروپا مطابق کنند. به گفت فعالان جمع آمد، نظام کاریزی یا خود کانالیزاسیون قدیمی این کشور به سلامتی مردم خطر دارد. در شهر شمال و غربی پیشور پاکستان اعتراض بر ضد دستور ثبت نام استفاده برندگان تلفن‌های موبیلی برپا شد. مقامات پاکستان در چارچوب مبارزه با تروریسم به استفاده برندگان تلفن‌های موبیلی دستور دادند که سیم کارت و ایز انگشتانشان را ثبت کنند و کسی که تا 1 اپریل این عمل را اجرا نکند سیم کارت او از کار خواهد ماند. اعتراض روز جمعه را حزب‌های حاکم ولایت خیبر پختونخوا تشکیل کرده بودند. در محله مسکونی پایتخت مصر شهر قاهره سلسله بمبگذاری‌ها باعث مرگ 1 نفر و زخمی شدن کمش 10 کس دیگر شد. یکی از ترکش‌های 26 فوریه در نزد قرارگاه شرکت مخابراتی به وقوع پیوست. از ماه ایول سال 2013 یعنی از زمانی که پرزیدنت اسلامگرای مصر محمد مرسی برکنار شده است، در قاهره 10 بمبگذاری جای داشته است.